سلام دوستان، امروز میخوایم یه سفر به عمق توافقهای ایران و ازبکستان داشته باشیم. از رازهایی که رسانه ها نمیگن تا ویزای رایگان 14 روزه که میتونه زندگی شما رو عوض کنه. منتظر اسناد محرمانه، نقشه های اقتصادی و یه پیشبینی شوکه کننده از آینده آسیا باشین. و یادتون نره آخر ویدیو یه خبر دارم که ممکنه بلیط سفرتون به ازبکستان رو رایگان کنه. اولین سوال: ایران و ازبکستان 1600 کیلومتر با هم فاصله دارن، پس چرا اینقدر به هم نیاز دارن؟ جواب تو کمبودهای مشترکه. ایران به گاز ارزان نیاز داره، ازبکستان به دریا. ولی یه نکته مهمتر، ترکمنستان بی‌طرف دقیقاً بین این دو کشوره و داره به هر دو گاز میفروشه. اما حالا ایران و ازبکستان میخوان دور بزنن ترکمنستانو و مستقیم با هم کار کنن. چطوری؟ با یه خط لوله جدید از دریای خزر. اینجا نقشه رو دقیق‌تر نشونتون میدم. حالا بریم سراغ بمب گازی. ایران دومین ذخایر گاز دنیا رو داره، پس چرا میخواد گاز ازبکستان رو بخره؟ جوابش تو اقتصاد تحریمیه. ایران میتونه گاز ازبکستان رو با قیمت پایین بخره، بعد با قیمت جهانی به پاکستان بفروشه و پولش رو از هند بگیره. اما قول جنجالی رئیس جمهور ازبکستان چی بود؟ اون توی جلسه خصوصی گفته ما حاضریم گازمون رو با ریال ایران بفروشیم. این یعنی شکستن سلطه دلار در معاملات انرژی. اما مشکل کجاست؟ خط لوله موجود فقط برای 5 میلیارد متر مکعب گاز ظرفیت داره، در حالی که قرارداد 15 میلیاردیه. پس یا باید خط لوله رو گسترش بدن یا بله رفقا، اینجا ممکنه طالبان وارد بازی بشه. اگه ایران و ازبکستان بتونن طالبان رو راضی کنن، مسیر گاز از افغانستان میگذره. اما به نظر شما طالبان چقدر قابل اعتماده؟ نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید. اگه میخوای بدونی چرا آمریکا این معامله رو تهدید امنیتی میدونه، زنگوله رو بزن. این کریدور فقط یه مسیر تجاری نیست، سلاح استراتژیک ایران علیه چینه. دقت کنید، چین میخواد تمام تجارت آسیا از جاده ابریشم خودش بگذره، اما ایران داره مسیر مستقیمتری از روسیه به هند میسازه. حالا ازبکستان کجای کاره؟ اونا میخوان یه شاخه از این کریدور رو به تاشکند وصل کنن، یعنی کالاهای ازبکستان در 10 روز به جای 30 روز به هند میرسه. اما چین عصبانی و داره فشار میاره تا ازبکستان رو از این پروژه بیرون کنه. توی این جنگ پنهان به نظرت برنده نهایی کی خواهد بود؟ برای اطلاع از آخرین تحلیل ها سابسکرایب کن. حالا بریم سراغ یه خبر خوش. از 15 شهریور 1403 ایرانی‌ها میتونن 14 روز بدون ویزا تو ازبکستان بمونن. این یعنی چی؟ یعنی با یه بلیت 2 میلیونی میتونی بری سمرقند و تو هتل‌های 5 ستاره کمتر از 200,000 تومان شب رو بگذرونی. اما قضیه چیه؟ چرا ازبکستان اینقدر به ایرانی‌ها علاقه داره؟ 2 دلیل اصلی داره. اول اینکه ایرانی‌ها پول خرج میکنن. آمار نشون میده هر ایرانی حداقل $1000 تو ازبکستان خرج میکنه. دوم اشتراکات فرهنگیه. ازبک‌ها میخوان با کمک ایران توریسم مذهبی مثل آرامگاه امام بخاری رو رونق بدن. پس اگه دنبال یه سفر ارزون و لاکچری هستین، ازبکستان گزینه اوله. یادت نره تو بازارهای تاشکند با ریال ایران میتونی کلی سوغاتی بگیری، از کلاه پوستی گرفته تا فرش‌های دستبافت. رفقا، اینجا فقط اقتصاد نیست، امنیت هم کلی معامله پشت پرده داره. ازبکستان میترسه داعش تو مرزهاش فعال بشه و ایران تجربه مبارزه با تروریسم رو داره. توی سند محرمانه ایران قول داده آموزش نیروهای ویژه ازبکستان، ساخت سیستم‌های مرزی هوشمند و اشتراک اطلاعات امنیتی. اما یه سوال، آیا ایران داره از این طریق نفوذ نظامی تو آسیای میانه پیدا میکنه؟ کارشناسا میگن این همکاری میتونه باعث درگیری پنهان ایران با روسیه بشه که مدعی سلطه بر این منطقه است. نظر شما چیه؟ به نظرت ایران باید وارد این بازی امنیتی بشه؟ برامون کامنت بذار. حالا بیاین پیش بینی کنیم.
اگه همه چیز طبق نقشه پیش بره تا سال 2030 ایران تبدیل میشه به هاب انرژی اوراسیا با درآمد سالانه 100 میلیارد دلار. ازبکستان قطب توریسم مذهبی جهان اسلام میشه و خط راه آهن ایران ازبکستان ساخته میشه و سفر زمینی فقط 2 روز طول میکشه. اما احتمال شکست هم هست. اگه تحریم‌های آمریکا تشدید بشه یا چین وارد بازی بشه، همه نقشه ها به هم میریزه. خب رفقا، قول دادم یه سورپرایز داشته باشم. شرکت هواپیمایی ازبکستان به من گفته اگه این ویدیو به 100,000 ویو برسه به 10 نفر از شما بلیت رایگان به تاشکند هدیه میده. پس ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون فوروارد کنید و تو کامنت ها بنویسید ازبکستان رایگان. منتظرتون میمونیم. امروز با هم تمام زوایای پنهان این همکاری رو کند و کاف کردیم. اگه دوست دارین از این ویدیوها بیشتر بسازم، حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و یادتون نره نظرات شما تعیین میکنه قسمت بعدی درباره کدوم کشور باشه. ممنون که تا آخر همراه بودید. به امید سفرهای ارزونتر و دنیای بدون تحریم.